10 کاری که یک والد آگاه انجام نمیده. اولین مورد اینه که یک والد آگاه توی 6 ماه اول بعد از تولد بچهش هیچ چیزی به جز شیر مادر بهش نمیده. چیزایی مثل یه سری دمنوشای گیاهی، کره، آبقند، آب و اینا برخلاف باورهای قدیمی اصلاً مورد تایید پزشکان نیست و نیازی نیست که بچه هیچ چیز دیگه‌ای به جز شیر مادرش بخوره. ما قبلاً به تفصیل در مورد شیردهی و شیر مادر توی ویدیوهای مختلف صحبت کردیم که شما میتونید توی پلیلیست شیردهی پیداشون کنید. اگر وزن بچه نرماله و روند رشد و وزنگیری مناسبی هم داره، یک والد آگاه صرفاً به خاطر راحتی خودش یا توپل‌تر کردن بچه بهش شیر خشک نمیده و تغذیه تکمیلی بچهش رو تا قبل از 6 ماهگی شروع نمیکنه. بعد از 6 ماهگی هم برای شروع کردن تغذیه تکمیلی بچهش حتما اطلاعات لازم رو توی این زمینه به دست میاره. مورد سوم بند نافه. یک والد آگاه میدونه که باید بند ناف بچه‌شو تمیز نگه داره و اونو بیرون پوشک قرار بده. به جز این هیچ چیز دیگه‌ای مثل الکل، بتادین، خاکستر، زردچوبه، پماد یا هیچ چیز دیگه‌ای روی بند ناف نوزادش نمیماله. صرفاً این که بند ناف بیرون پوشک باشه تا به مدفوع نوزاد آغشته نشه و خشک و تمیز باقی بمونه کافیه. همون شستشوی روتینی که موقع حمام کردن نوزاد به بند ناف میدید هم کافی هست و نیازی نیست هیچ کار اضافه‌ای برای بند ناف انجام بدین تا وقتی که بیفته. چهارمین ویژگی یک والد آگاه اینه که برای شیر دادن به بچهش یا عوض کردن پوشکش تایم تعریف نمیکنه. مثلا نمیگه که هر 2 ساعت یه بار به بچه شیر میدم یا هر 4 ساعت پوشکش رو عوض میکنم. یک مادر یا پدر خوب میدونه که باید طبق تمایل و نیاز بچهش، یعنی هر وقت که بچه دلش خواست بهش شیر بده و وقتی که دید پوشک بچهش خیسه بلافاصله اونو عوض کنه تا جلوی سوختگی و واکنش‌های پوستی نوزاد هم گرفته بشه. اگر پای بچه‌تون دچار ادرار سوختگی شد یا واکنش‌های پوستی داد، یه محصولی که خیلی بهتون پیشنهاد میدم کرم پوشک برند موستلا هستش. شما میتونید توضیحات تکمیلی این محصول رو توی وبسایت مامان پاپالند که این پایین هست ببینید توی فلش های دوربین عکاسی نوری که ازشون خارج میشه هم اشعه فروسرخ داره و هم ماورای بنفش. این اشعه ماورای بنفش در واقع همون یووی هستش که میتونه برای پوست حساس و نازک نوزاد خطرناک باشه و بیماری‌ها و واکنش‌های پوستی شدید ایجاد کنه. به خاطر همین حتما مهمه که شما وقتی بچه‌تون رو به یه آتلیه میبرین مطمئن باشین که این آتلیه تخصصی کودکه و از فیلترهای مخصوص عکسبرداری کودک و نوزاد استفاده میکنه. این فیلترها طوری طراحی شدن که نور یووی رو وقتی که از فلش خارج میشه فیلتر میکنن و اجازه نمیدن که با بدن نوزاد در تماس باشه. یک والد مسئولیت پذیر و آگاه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نوبت‌های پایش کودک، قد و وزنش و واکسیناسیونش رو عقب نمیندازه و به بهونه‌های مختلف اونا رو نادیده نمیگیره. اگر احیانا تایم واکسن زدن نوزاد شما فرا رسیده و بچه‌تون مریض احواله، حتما اون رو پیش یه متخصص اطفال ببرین تا پزشک معاینش کنه و بهتون بگه که میتونه بچه‌تون سر موقع واکسنش رو دریافت کنه یا نیازه که 1-2 هفته صبر بکنه. ویژگی بعدی یک والد آگاه اینه که بچه‌ش رو فقط و فقط توی تخت یا رخت خواب مخصوص خودش میخوابونه. تخت خواب‌های بزرگسالان یا کاناپه به هیچ عنوان محل مناسب و امنی برای خوابوندن بچه‌ها نیست. علاوه بر این، یک والد آگاه در طول شب و تایمی که بچهش خوابه مرتب به بچه سر میزنه و اون رو از نظر چیزای مختلف چک میکنه. مثلا به الگوی تنفسی بچه دقت میکنه، دمای محیط و دمای بدن نوزاد رو اندازه گیری میکنه و حواسش هست که چیزی روی صورت بچه نیفتاده باشه. به خصوص وقتی بچه شما مریضه یا تازه واکسن زده، حتما باید در طول شب یا تایمایی که خوابه مرتب دمای بدنش رو چک کنین که یه وقت بچه تب نکنه و شما متوجه نشین. یک والد آگاه درک میکنه که یک والد خوب بودن به معنی فداکاری کامل و فراموش کردن خودش نیست.
به سلامت خودش اهمیت میده، حواسش به تغذیه‌اش هست، خواب کافی داره و سعی میکنه تا حد امکان یه فضای شخصی برای خودش تعریف کنه. یک والد آگاه میدونه که شرط اول داشتن یک کودک سالم یک والد سالم بودنه. یه پدر و مادر آگاه میدونن که بودجه‌ای که برای خرید سیسمونی و وسایل نوزاد کنار گذاشتن رو چطوری باید خرج بکنن. اینا اولویت بندی میکنن و وسایل ضروری رو حتما برای نوزادشون تهیه میکنن. یک سری وسایل هستن که ارزش هزینه کردن دارن، مثل شیشه شیر و پستونک استاندارد، وسایل ایمنی و طبی نوزاد، دستگاه استریل، دماسنج و وسایلی از این قبیل. یک والد آگاه اگر بودجهش محدوده میتونه از خرید اسباب بازی‌های غیر استاندارد و لوکس و غیر ضروری و لباسای خیلی زیاد در واقع بزنه و هزینه رو صرف خرید وسایل ضروری نوزادش بکنه. و در آخر مهمترین ویژگی یک والد آگاه اینه که همیشه به دنبال یادگیریه. اگر چیزی رو ندونه با پرسجو و تحقیق از افراد متخصص جواب سوالاشو پیدا میکنه و سلامت خودش و بچهش رو با نظر افراد غیر متخصص به خطر نمیندازه. یک والد آگاه الگوهای تغییرات نرمال بدن کودک رو میشناسه و علائم خطر رو هم بلده. اینطوری هر وقت که با یه مورد جدید توی بچهش مواجه بشه استرس نمیگیره و میتونه موقعیت رو مدیریت کنه. از طرفی چون علائم خطر رو هم به درستی میشناسه میدونه که در صورت مواجهه با اونها باید سریعاً به پزشک یا بیمارستان مراجعه بکنه. دقیقاً به خاطر همینه که ما بهتون توصیه میکنیم که کانال مومو پاپا لند رو سابسکرایب کنین و حتما ویدیوهای آموزشی ما رو ببینین. ما توی این سری ویدیوها سعی میکنیم هر اون چیزی که شما به عنوان یک والد نیازه که بدونین با زبان ساده براتون توضیح بدیم. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.